بازش کن ببینیم. بازش کن. باورم نمیشه. ضربان قلبش 152 تاست. اون یه شیطانه. با اینکه دروغ والکری رو شد، اون ترسی از ادامه دادن این بازی نداشت. 2 تا کیف حذف باقی مونده و 3 تا امن. حالا اون دوباره فرصت داره حریفشو گول بزنه. از چیزی که الان دیدم شوکه شدم. آره خیلی عجیب بود. دیگه نمیتونم به کسی به اعتماد. نظر نگران میای. اون دفعه قبلی داشت گریه میکرد ولی الان داره خوشحال و شیطانی میخنده. خیلی دیوونگیه. این امن. انتخاب کن، میخوایش یا نمیخوایش. من اینو میدوزم. میخوام از عکس العمل بقیه ببینم چیه. 3 2 1. وای خدا. این 4 نفر شرکت کننده های آخرن و از بین این کیفا 2 تاشون امنن و 2 تاشون حذف. من میرم. خب تا داره کیفو میاره، آقای مارکس نظرت راجع به این گوشی جدید سامسونگ چیه؟ آدم درستی انتخاب کردی. خیلی گوشی خوبی. خیلی خوب، برگردیم به بازی. این مارکس یوتیوبر حوزه تکنولوژیه، از ایناست که میاد گوشی‌ها رو بررسی میکنن و این داستانا. یه جورایی مثل اهورانیازی و موبونیوز خودمون. واسه همین نظرشو پرسید که هم تبلیغ سامسونگ باشه هم یه آدم حرفه‌ای مثلا میگه آره گوشی خوبیه. آدم درستی انتخاب کردی. خیلی گوشی خوبی. خیلی خوب، برگردیم به بازی. اگه شما هم میخواین علائم حیاتی و تعداد قدماتون رو زیر نظر داشته باشید، یه سر به سایت سامسونگ بزنید. چیزی که تو این کیفه رو میخوای؟ نه. میخوادش. تو 2 تای قبلی چمدون امن و سریع فرستادی اون وقت. بعید میدونم 3 بار پشت سر همین کارو کنی. بنابراین نمیدونستم. خوب دستمو خوندی. حالا فقط یه کیف هست باقی مونده. تو کاپیتان تیمم بودی و من بهت اعتماد دارم. اگه اعتمادی بود همین الان باید چمدونو بهش نشون میداد. بعید میدونم حقیقتو بدونه. حالا میخوایش یا نمیخوایش. باشه نمیدوزم. اگه این کیف هست باشه، هر دوی شما میرید ادامه. خوب شد که بهم اعتماد کردی. داشتمون دروغ گفتم بلد نیست. این 2 تا کیفم به شما رسید، بازشون کنید. جفتشون امنن. بعد از مراسم حذف کنونی که داشتیم، این 10 نفر باقی موندن و فقط یکیشون قراره این $1,000,000 رو واسه سابسکرایبراش ببره. اصلا حس خوبی ندارم. اساسش بر نمیام رفیق، به زور تکون میخورم. اینجاست که بازی اجرایی سخت میشه، چون الان باید همدستای جدیدمون رو حذف کنیم. این یک کم ناجوره. حالا وقتشه بریم سراغ چالش 50. زمین رو آماده کنید. 5 گروه 2 نفره. یه بار دیگه باید به گروه‌های 2 نفره تقسیم بشید و این بار قراره با هم همکاری کنید. پایه‌ای با هم بریم. بایم با همین؟ آره با همین. به نظرت با اون میتونی $1,000,000 تا رو بزنی؟ یاشمه. به کای اعتماد دارم. شما 2 تا چی؟ قدرت دست دختراست. شما 2 تا ردیفی؟ آره، چون همه دوستام حذف شدن و ایشون فرانسه حرف میزنه. خیلی خوب، کارل بهشون چشم‌بند بزن. اون طرف میبینم دختر. چه تاریکه؟ خب حالا که همه چشم‌بند زدن، صحنه رو آماده کنید. خیلی سیاهه. منم سیاه تره. کاربری مکعب عوض سمت چپ به چیز خیلی سفت به نظرت میخوایم چی کار کنیم؟ بوی گاز بدم آقا میخوره. اینجا هم زیر دستم یه پارچه. درسته؟ این پیش بنده. بس دیگه فضولی دارم مبود. ازت سوال میپرسم. خب همه میتونید چشم‌بنداتون رو در بیارید. مطمئناً همه فهمیدید که این یه مسابقه آشپزی تیمیه. بریم تو کارش. من دیگه نمیتونم. آشپزی بلد داداش نیستم. چی شد با نیک افتادی؟ خودش گفت. خیلی خرشانسی. دلیل اینکه جیمی به لوگان گفت خرشانسی اینه که اون پسر نیک یوتیوبر حوزه آشپزیه. بنابراین هر کسی که باش همگروه باشه تقریبا احتمال بردش 100%. تو کارش. من دیگه نمیتونم. آشپزی بلد داداش نیستم. چی شد با نیک افتادی؟ خودش گفت. خیلی خرشانسی. مال من سوخت. هنوز که شروع نکردی. منظور باسرم بود. آها یعنی دهنش رو. اینا رو بهتر از همه چی میپزم. نیمرو، نون توست، غلط صابونه. ما توی گروه آشپزی بودیم و با موفقیت بودیم قبلا توی ایول، گروه پس آشپزی یعنی بودیم و تجربه داری. باختیم. گن زدیم. خب این بارو گن نزنید. ما 3 تا داور داریم که قراره به غذاهاتون از 1 تا 10 نمره بدن. 3 گروهی که بیشترین نمره رو بیارن میرن ادامه و 2 تیمی که نمرشون کمتره حذف میشن. این شما و این اولین داور جوی چسنات. ای بر جوی. چی بهتر از بهترین بخور دنیا واسه قضاوت کردن غذاهاتون؟ اون انقدر رکورد غذایی شکسته که یه رکوردم به خاطر بیشترین رکورد بهش دادن. و حالا دومین داورمون میراندا کازگروف. آی چقدر خوشحاله. و حالا سومین و آخرین داور بیاریدش تو. نیاز به معرفی نداره. این شما و این آیشو اسپی. ای دهنتو.
نابود نقص شدیم. زن کنار گذاشتین دیگه تماشا شمارش معکوس شروع شد. شما میتونید هر چی دوست دارید بپزید. زمانتون زودتر از چیزی که فکر کنید تموم میشه و در نهایت چیزی که درست کردید بر اساس ظاهر، طعم و خلاقیت قضاوت میشه. مسابقه شروع شد. ببینیم چه میکنه. تو برنامه آرکارنی برادر بزرگش که عاشقش یعنی اسپنسر عاشق تاکوی اسپاگتی بود. تاکوی اسپاگتی شما میخواین چی درست کنید؟ ما داریم کوردن بلو درست میکنیم، یه غذای فرانسویه. شما چی درست میکنید؟ کیک شکلاتی با مکن چیز. من میخوام تورتیلای اسپانیایی درست کنم و ایشون هم میخواد برنج سرخ شده درست کنه. دو تا کشور رو میذاریم کنار هم دیگه تا جنگ میشه که. آره یه جنگ تو دهنش. یا خدا، این از همین الانش هم خوشمزه به نظر میاد. این داشتمون رو گوردون رمزی آموزش داده. پس انگار به جز این دوتا فقط 4 نفر دیگه میرن ادامه. اگه گروه زن تو مسابقه آشپزی حذف بشن واقعا آبروریزیه. نه نمیشه، چون زن فقط در آشپزی ساخته نشد. برای دسر میخوام توت فرنگی با روکش شکلات درست کنم. منتظرم غذا بخورم. چند ثانیه دیگه بیشتر وقت ندارید. خب لطفاً خیلی خوبه. جویی پنیر دوست داره؟ رفیق باید این ساندویچ نگه داری. رقابتی سر $1,000,000. 3 2 1 دست نگه دارید. زمانتون رسما تموم شد. شما اول میرید. چیزی که امشب براتون آماده کردیم کوردن بلوی فرانسویه. از این خوشم اومد. مارچ باش خیلی خوب. الان باید امتیاز بدید. اول من. این واقعا اوه نو. وای چه امتیازایی. آفرین. امتیاز نهاییتون شد 26. خوبه، راضیم. نوبت شماست. حاضرید؟ بله. یکم ترسناک بودم. رو کنید ببینیم چی دارید. ما یه غذای محبوب آمریکایی رو درست تا کردیم. وقتی مزهش نکنم هیچ تعریفی ازش البته. نمی‌کنم. اما به نظرم مزه اینا خیلی خوب باشه. ماکارونی و پنیرش عالیه. جایی هر وقت حاضر بودی. جایی خوشم اومد. اسپید با توجه به واکنش احتمالاً نمره کمتری بدیاره. میراندا تو بگو. 9 میدم. ممنونم. داری گریه میکنی آره؟ هی خانم مصوم بازی نداریم. ما قضاوت فقط بر اساس غذاست. رو تو کن اونور لطفاً. اسپید داداش هر نمره‌ای که میخوای بده. دلانست خیلی ممنون. خب اینم یه 26 دیگه. یه چیزیت میشه 10 دادی نمیتونی 10 رو همینطوری بریز بپاش کنی چون عاشق خوردنی. آخه اما ندارین. خب اینم از این. دیارم توی کایو ایجی خوش اومدین بودگا. اولین غذا مخصوص میرانداست. این غذا معروفه. این غذا بی‌نظیره. تاکوی اسپاگتی اسپنسره. نه خدایی خلاقانه بود. ایجی جانم داور وسطی چه کسیه؟ آیشو اسپیده کی از همه فوتبالیست تره؟ کریستیانو رونالدو. این ایجی و کای خیلی خوبن. اسپید طرفدار پروپا قرص رونالدوه. بعد اینا برای اینکه تحت تاثیرش قرار بدن اسم رونالدو رو چسبوندن به پاستای گذاشتن جلو. کریستیانو رونالدو. پس یه رونالدو مخصوص شما. نوش جان دیگه چیزی نکن. گوش کن و نفر آخر جایی بارج رکوردا رو بردار بیار ایجی. بارج رکوردا وقتی بخوریش میتونی مثلش کنی. گذاشتی جلو بدبخت معلومه که نمیتونه تمومش کنه. میگم که فقط اون اجرا و پرفورمنسشون قشنگه. غذاهاشون مفت نمیارزه مسکه. نمیدونم بچه‌ها، فکر نکنم بتونم تمومش کنم. چیزی نیست گرسنته چون فکر کنم یه استریم جدید به ذهنت رسیده. بخور تعارف نکن پسر. خیلی خوبه بیا بساقتش. اناناس. میراندا خوشمزه. این تاکو اسپاگتی عالیه. از نمایشتون خوشم اومد اما امتیازاتون برای غذاتون میدیم. برای غذاتون میدیم. خیلی خوب 3 2 1 نشون بدید. یاقت ما رو نداشتم. وای. خب بریم سراغ تیم بعدی. ما یه پاستای خامه مرغ و گوجه درست کردیم. برای این دسر از پدرم الهام گرفتن که متاسفانه الان میونه ما نیست. تو این اتاق منظورم، وگرنه که زنده. ای بابا خیلی لطیفه. اگه نه انگار یه لیمو داره به مش میزنه و بعد یه گوش به مش میزنه. نمیخوام خیلی ازش بخورم. اینا من ور میدارم. وای. وای
ولی خدایی مثل 20 شکول با توت فرنگی خوشمزه میشه. خیلی خوب. مگه آره اگه نخورید نصف عمرتون بر فناست. بعد برنامه حتما میریم. بازم از این غذا میخوام. خیلی خوشم اومد. این چیزیه که دوست دارم سفارش. اسپید با رأی تو همین الان هم امتیاز از 16 بالاتره که این یعنی این دوتا رفیقمون حذف شده. رفقا حتی بدون رأی میراندا هم شما دوتا حذف خوف شو ایشان یکتون شرمنده دیگه. سلام برسون. خب حالا میراندا 10 البته تقریبا امتیاز کامل گرفتید. وایسا. یکیشم بده من میخوام بشکنمش.